بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید به مجموعه تولیدی و بازرگانی سپهردنیا. امروز برای تست شعله خدمت شما هستیم. چند نمونه از محصولات صنعتی که در صنعت ساختمان استفاده میشه رو براتون آماده کردیم. پشم شیشه هست، پشم سنگ، XPS، مدل‌های مختلفی که در بازار هست همراه با بتونه و خالی و پلی‌یورتان تولیدی شرکت سپهردنیا از جنس PIR و کاملا نسوز. تستی که امروز انجام میدیم تست شعله با تورچ حرارتی هست که با فشار بسیار بالا حرارت رو به نقطه متمرکز میکنه. برای این تست ما نمونه‌هایی که الان خدمتتون معرفی کردم رو در ابتدا میسوزونیم و عکس العملشون رو نسبت به شعله به شما نشون میدیم و مقایسه خواهیم داشت بین پلی‌یورتان و فوم‌های دیگر که در صنعت هست. تست اول پشم شیشه. همونطوری که میبینید پشم شیشه کاملا ذوب میشه، یعنی مقاومت حرارتی نداره و همچنان داره میسوزه. این نمونه ای است از مقاومت حرارتی که پشم شیشه خواهد داشت در صنعت ساختمان. یه اشتباهی که توی صنعت بهش اشاره میشه اینه که میگن پشم شیشه و پشم سنگ نمیسوزه، در صورتی که امروز دیدید پشم شیشه و پشم سنگ هم میسوزه. عمق سوختن در محصولات متفاوته. اینکه گرید سوختن محصول چی باشه خیلی مهمه. همونجوری که میبینید این الان پشم شیشه است که کاملا ذوب شده و سوخته. پس حرارت محصولات رو تغییر شکل میده، محصولات رو تخریب میکنه. به این صورت نیست که این محصول نسوز باشه. این محصول دمای سوختن متفاوتی داره. مورد دوم، پشم سنگ. این محصول یک مقدار مقاومت بیشتری نسبت به محصول قبلی نسبت به تست شعله خواهد داشت. اینجا دارید پشم سنگ رو میبینید. درسته که پخش شدن شعله رو گرفته ولی میبینید که ذوب شده و سوخته. بنابراین این اگر در انباری که خدایی نکرده دچار آتش سوزی و حریق بشه وجود داشته باشه منجر به سوختن سایر جسم‌هایی که در زیر اون قرار داره خواهد شد. چرا؟ چون قطره‌هایی از مذاب این محصول از سقف و سازه به روی زمین میریزه. اگر اون محصولی که زیر این سازه هست از جنس کربن باشه و قابل اشتعال باشه به راحتی با مذاب و قطراتی که این محصول تولید میکنه میسوزه. مورد سوم فوم پلی اتیلن هست. فوم پلی اتیلن مقاومت حرارتی و مقاومت شعله بسیار پایینتری خواهد داشت. مورد بعد فوم یونولیت، معروف است به بازار یونولیت. فوم استایرن اکسپند شده عایق حرارت و صوت هست که در بیشتر سقف ساختمان استفاده میشه. مقاومت این محصول هم بسیار پایین هست نسبت به شعله و به راحتی ذوب میشه. فوم XPS، این فوم مقاومت های بالاتری داره، میتونه عایق حرارتی بهتری باشه. سلول بندی های متفاوتش توی بازار هست با دانسیت های مختلف و عایق های بهتری هستن نسبت به نمونه های قبلی که نشونتون دادیم. مورد بعد فوم XPS با بتونه. این حالت بیشتر در ساختمان برای لایه‌های خیلی نازک استفاده میشه. این محصولی است که در صنعت عایق به عنوان پیش ساخت استفاده میشه. بین این دو لایه بتونه‌ای که وجود داره مغز XPS داره و این مغز مشابه نمونه قبلی خواهد سوخت. تفاوتش در این است که مقاومت حرارتی که در سطح این محصول ایجاد میشه توسط بتونه یک مقدار کیفیت این محصول رو بهتر خواهد کرد. دو نمونه دیگه از فوم XPS هست که در دانسیت‌های مختلف و رنگبندی و دانه‌بندی متفاوت در صنعت استفاده میشه. مشابه نمونه قبل میسوزند و فرقی از نظر تست شعله‌ای که انجام دادیم نخواهند داشت. بهترین حالتی که این محصول داره حالتی است که بتونه کاری شده باشه و کمترین میزان انتقال حرارت رو در نمونه‌ای با حجم بالاتر خواهند داشت. فوم پلی‌یورتان با توجه به گرید سوختن B1، B2 و PIR عکس‌العمل‌های متفاوتی خواهد داشت. عکس‌العمل PIR در مقابل سوختن مقاومت کامل هست، یعنی شعله به درون فوم
در ضخامت فوم نفوذ نمیکنه، روی سطح میمونه. ولی در تست استاندارد به حالت زاویه 45 درجه و با 1.5 سانتی متر شعله رو در فاصله نیم سانتی این محصول قرار میدن. این تستی که ما امروز انجام میدیم تست شعله ور شدن هست. تست سوختن بر پایه استانداردهای بین المللی نیست. ما عکس العمل فوم در شرایط سوختن یک محصول رو داریم نشون میدیم. در محصولات قبلی شعله به درون فوم نفوذ میکنه و تغییر شکل رو ایجاد میکنه، ولی در پلیورتان PIR و PURی که B2 و B1 هست شعله نفوذ نمیکنه و فقط روی سطح وجود داره. من دستم پشت محصوله، کاملا با دست گرفتم و یعنی انتقال حرارت صفر. این شعله سرپیک رو دست من نمیکنه و به صورت خود به خود خاموش میشه و تأثیری در ضخامت ایجاد نمیکنه. کاملا مشخص است که عمق نفوذ این شعله بسیار ناچیز بوده، در حد 5 میلیمتر تا 1 سانت است و تغییر شکلی که اتفاق افتاده نسبت به شعله و زمان سوختنی که ما به این محصول اعمال کردیم بسیار ناچیز بود. این محصول قطره نداشته. در تصویر ترک‌هایی رو می‌بینید که نشون میده محصول در خودش جمع شده و مانع رشد شعله شده. برای اینکه عمق سوختن در ناحیه‌ای که بیشترین مقدار تغییر شکل رو داشته به شما نشون بدیم، یه برش سرتاسری به این محصول اعمال می‌کنیم. در بیشترین جایی که حدود 1 دقیقه ما شعله رو روی این قرار دادیم با سرپیک بسیار قوی، عمق سوختن تقریبا 1 سانت. 2 نمونه از فوم هایی که شرکت سپردنیا در حال تولید برای صنعت هست که گرید سوختن پایین تری دارن. فوم بیتری هست که کاملا میسوزه با حفظ شرایط عایق حرارت و سود بودن، و فومی که در بازار به نام B4 شناسایی میشه. این محصول هم از جنس گرید بیتری هست، ولی تفاوتش با محصول قبلی این است که مقداری خود خاموش شونده تر هست، یعنی بعد از گذشت یک زمان خاصی خود به خود به خاطر دود زیادی که تولید میکنه خاموش میشه. درسته که میسوزه، درسته که تغییر شکل میده، ولی هیچ قطره‌ای نداره. حتی اگر در سقف منجر به سوختن بشه، به محض اینکه شعله دور بشه و تخریب تمام بشه و مواد قابل اشتعال تمام بشه، اتفاق خاص دیگری نخواهد افتاد. تفاوت پلیورتان با سایر محصولات در نبود قطره و ریزش‌های مذاب است. فوم گرید B4 مقداری جنس سوختنش با نمونه قبلی که B3 هست متفاوت خواهد بود. فوم گرید B4 بعد از گذشت یک زمان خاصی خود به خود خاموش خواهد شد. همونجوری که ملاحظه کردید در گریدهای سوختن پایین‌تر شعله به درون فوم نفوذ میکنه، ولی در گرید B1 و گرید PIR شعله روی سطح موند، یعنی به پشت انتقال پیدا نمیکنه. شعله همونجوری که میبینید تغییر شکل رو در خیلی زمان کمتری نسبت به فوم PIRی که قبلا نشونتون دادیم ایجاد کرده. من اگر شعله رو بیشتر نگه می‌داشتم در این ناحیه حفره ایجاد میشد و این نفوذ حرارت اتفاق می‌افتاد، در حالتی که این محصول نسبت به PIR تفاوت بسیار چشمگیر در سوختن دارد.